آخوند قزوینی و دروغ بر صحیح امام بخاری. آخوند قزوینی که بینندگان شبکه وصال حق با تلبیس و دروغگویی وی آشنا هستند، روایتی را به صحیح بخاری نسبت می‌دهد که اصلاً در این کتاب وجود ندارد. ولی اگر بیاد بگی آقا من به تعلیم الله رسیدم به جایی که خدای عالم، خب همین روایتی که آقایان دارن در صحیح بخاری و دیگر، همون حدیث مشهور یا عبدی انی انا الله اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون، من خدایی هستم هر چه را اراده کنم انجام میشه، فاطعنی حق اطاعتی، تو هم اون گونه ای که من میخوام بنده ای من باش، حتی اجعلک مثلی، تو را هم مثل خودم قرار بدم. فاذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، تو هم هر چی را که خواستی اراده کنی، به مجرد اراده اون شی در خارج تحقق پیدا کنه. من خدایی هستم ولایت دارم، تو هم بنده ای من باش، از این ولایتم بر تو عنایت کنم. این چیزی که آقایان در صحاحشون داره، ابن تیمیه و دیگران هم بر این صحه گذاشتن که همون حدیث شریفی هست که و ما یتقرب الیه مثل ما یتقرب بالنوافل، بله. تا اون جایی که میگه کنت سمعه الذی یسمع به و عینه الذی تبصر به، من میشم چشم بندم، من میشم گوش بندم، من میشم زبان بندم، من میشم دست بندم، دست پا و چشم گوش او میشه چشم گوش الهی میشه. اینها همه در سایه عبادت، ریاضت، تقوا، بندگی خدای عالم. بینندگان گرامی، روایتی با این لفظ یا عبدی انی انا الله فاذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون فاطعنی حق اطاعتی حتى اجعلك مثلی فاذا اردت ان تقول شیئا کن فیکون در صحیح بخاری وجود ندارد و این آخوند دروغگو با توسل به دروغ چنین روایتی را به صحیح بخاری نسبت می‌دهد. اما روایت دومی که ذکر می کند در صحیح بخاری آمده است، اما ایشان بین این دو روایت تفکیک نمی کند و طبق عادت همیشگی تلبیس می کند که گویا روایت اولی هم از صحیح بخاری است. شما به فکر آخرت و قیامتتون باشید که روز سیاهی و روز سختی دارید، اون روزی که در محکمه عدل الهی بیستید. نبی مکرم قاضی خدای عالم داور و سنت نبوی و قرآن منزل ملاک داوری باشد. وا خجلتا از اون شرمندگی، وا فضیحتا اون روز در عرصات محشر در ملأ تمام خلائق من الاولین و الاخرین نصیب شما خواهد شد. ببینید اینها با این کارشون ماهیت خودشون رو نشان میدن.